امروز روز آخر سفرمونه، پس تصمیم گرفتیم که بریم به انزلی. وارد منطقه آزادش شدیم و دریا رو دیدیم. بالاخره هوا بس ناجوان مردانه سرد بود و سوز عجیبی داشت و واقعا خیلی خلوت بود. ما ساعت 8:30 راه افتادیم و ساعت 9:30 رسیدیم. تو ساحل قدم میزدیم و کنار دریا نشستیم و به صدای دلنوازش گوش میدادیم. مثل احوالاتمون دریا هم خیلی آروم بود. سگ‌ها تو ساحل بازی می‌کردن و مرغ‌های دریایی هم تو آب نشسته بودن و ما از روی اسکله رو صندلی اونها رو نگاه می‌کردیم. ولی خب سردی هوا و گشنگی بهمون فشار آورد و رفتیم پی صبحونه. یک ربع گشتیم تا بالاخره یه کافه پیدا کردیم که بهمون صبحونه بده. صبحونه‌اش 1 از 10 واقعا. بعد از دریا و خرید رفتیم وسایلمون رو جمع کردیم و به سمت راه آهن رشت حرکت کردیم. بلیط برگشت داشتیم، پس آماده شدیم که بریم تو قطار بشینیم. با اینکه قطار رفت و برگشتمون یکی بود، ولی خدمات اینیکی به نظرم خیلی ضعیف‌تر بود. بهمون وعده‌های کمتری دادن و غذاش اصلا جالب نبود. با این حال سرعتش خیلی اوکی بود. ما 1 ساعت زودتر از تایم مد نظرمون رسیدیم تهران و بالاخره میتونستیم بریم استراحت بکنیم. و این بود روایت اولین سفرم به رشت. مرسی که دیدین. خدافظ.